قرار هست که در مورد ماهیت و چیستی ثروت من ارائه‌ای داشته باشم امروز. در مورد ماهیت و چیستی ثروت از یونان باستان تا به امروز بحث‌های زیادی وجود داشته. اگه واژه ثروت رو توی گوگل سرچ بکنید می‌بینید که مطالب خیلی زیادی از زوایای مختلفی در مورد این نوشته شده. افراد مختلف با رویکردهای مختلف در مورد ثروت نوشتن، بهش نگاه کردن. به خصوص نگاه رمانتیک به ثروت خیلی شایع هستش و مقاله های خیلی زیادی میبینید که توشون سوال شده که آیا پول ثروته؟ ثروت حقیقی چیه؟ معمولا گفته میشه که چیزایی مثل سلامتی یا مثلا همسر مهربان و وفا، فرزندان با وفا یا همچین چیزهایی رو خیلی میبینیم که تو این مقالات به عنوان ثروت حقیقی آوردن و گفته میشه که خب پول ثروت حقیقی نیست. مثال هایی زده میشه از افرادی که مثلا اخیرا من یه چیزی میخوندم توی همین کانال های تلگرامی، یک شخص میلیاردری مثل اینکه توی قاب صندوق بزرگی که داشته حبس شده، اونجا پر طلا بوده و این شخص خب از گرسنگی مرده، کسی به دادش نرسیده و با وجود اینکه حجم خیلی عظیمی جواهرات و طلا و پول اونجا وجود داشته ولی این شخص از گرسنگی مرده. در نتیجه خب این ثروت نیست و ثروت حقیقی چیزیه که در واقع اون نیازهای حیاتی انسان رو بتونه رفع کنه. خب این نوع نگاه معمولا ثروت رو به عنوان متعلق خوشبختی تلقی میکنه. یعنی اینکه شما ثروت چیزیه که شما رو قرار خوشبخت بکنه. اما خود خوشبختی چی هست؟ این خیلی یک مفهوم خیلی خیلی شخصی هستش و در نتیجه نمیتونه موضوع علم قرار بگیره. موضوع صحبت ما اینجا این نوع نگاه به ثروت نیست. ما میخواییم که از رویکرد اقتصادی ثروت رو بهش نگاه بکنیم. اگرچه خب این حرفا کاملا بی ربط نیست و خب ممکنه که مقداری از حقیقت در این صحبت ها وجود داشته باشه و صرفا این که رویکرد ما به ثروت اینجا این نیست. ما میخواییم یک مفهوم اقتصادی رو اینجا تعریف بکنیم و از اون مفهوم اقتصادی توی تحلیل‌های بعدی بتونیم استفاده بکنیم. من قبلا تو جلساتی که اینجا بوده در مورد کارل منگر و تئوری ذهنی ارزش صحبت کردم. اینکه ارزش کالاها از کجا میاد، از چه چیزی ناشی میشه، این بحثی بوده که توی تئوری ذهنی ارزش من قبلا توضیح دادم. کارل منگر معتقد هستش که ارزش کالاها ذهنیه و در نزد افراد مختلف میتونه تغییر بکنه و اینطور نیستش که در ذات خود کالا نهفته باشه. من مفهوم ثروت رو هم در ادامه همون بحثا با کارل منگر شروع میکنم، اما در ادامه به موضوع ثروت از رویکرد اقتصاد جریان اصلی میپردازم، چون اون هم خیلی مهمه. بعدا میگم که چرا اهمیت داره و چه تبعاتی داره اون تعریفی که یک کمی متفاوت هست با اون چیزی که کارل منگر در واقع ارائه داده و یک مشکلاتی رو ایجاد کرده. که برای اینکه بتونیم در مورد ثروت صحبت بکنیم، اول میخوام که دو تا تعریف از کالا رو که کارل منگر ارائه داده بیان کنم، به خاطر اینکه این تعریف ها اهمیت پیدا میکنن بعدن. منگر کالاها رو به دو دسته اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم کرده. کالاهایی که مقدار موجود از اون کالاها بیشتر از نیاز ما هستش، اون کالاها رو کالاهای غیر اقتصادی میدونن. یعنی چیزی مثل هوا. درسته که یک نیاز خیلی مهم رو از ما رفع میکنه و اگر هوا نباشه ما میمیریم، اما چون مقدارش بیشتر از اون چیزی هستش که ما نیاز داریم، در نتیجه فرد اقتصادی
تلاش نمیکنه که در مصرف اون صرفه جویی بکنه یا تلاش نمیکنه که اون رو تولید بکنه. به طور طبیعی به مقدار خیلی زیادی موجوده، ازش بهره مند میشه به عنوان یک کالا، اما این کالا یک کالای اقتصادی نیست. وقتی از کالای اقتصادی صحبت میکنیم حتما باید مقدار موجود اون کالا از نیاز ما کمتر باشه. در نتیجه افراد تلاش میکنن که در مصرف اون صرفه جویی کنن یا سعی میکنن اون رو تولید کنن، مقدارش رو افزایش بدن. به این ترتیب میشه ثروت رو اینطور تعریف کرد: مجموع کالاهایی که در اختیار یک فرد قرار دارند و مقدار موجود اونها کمتر از میزان احتیاجی است که برای آنها وجود داره. منگر مجموع همه کالاهایی که در اختیار یک فرد قرار داره، صرف نظر از اقتصادی بودن یا نبودنش، همه کالاها رو دارایی اون فرد میدونه، اما همه دارایی فرد رو ثروت فرد نمیدونه. تنها بخشی از دارایی فرد که شامل اون کالاهای اقتصادی هست رو ثروت فرد تلقی میکنه. به این ترتیب میگه که مجموع کالاهایی که در اختیار یک فرد قرار دارند و مقدار موجود اون کالاها کمتر از احتیاجی هستش که برای اونها وجود داره. پس اگر در جامعه مقدار کالاها بیشتر از میزان احتیاج به اونها باشه، نمیتونیم از کالای اقتصادی صحبت کنیم، عملا همه کالاها غیر اقتصادی خواهند شد، و نمیتونیم از ثروت صحبت کنیم، چون ثروت گفتیم که مجموعه این کالاهای اقتصادی هستش. به این ترتیب میشه گفت که ثروت مقیاس کاملی از میزان رفاه شخص نیست. یعنی چی؟ شما فرض بکنید که یک فردی مثلا تعدادی بطری آب داره. تا زمانی که این تعداد بطری آبی که در اختیار این فرد هست از نیاز این فرد به آب کمتر باشه، اینها ارزش زیادی در نزد اون فرد داره، به خاطر همین ثروت بالایی محسوب میشه. اما اگر چشمه های آب انقدر مقدارشون زیاد بشه و آب در دسترس بیش از نیاز فرد باشه، این کالا دیگه تو ذهن فرد ارزش اقتصادی خودش رو از دست میده. به این ترتیب میتونیم بگیم که یک جور یعنی تناقضی وجود داره. یعنی شما اون جزهای تشکیل دهنده ثروت، اجزای تشکیل دهنده ثروت، اگر مقدارشون از یه حدی بیشتر بره، به طور افراطی افزایش پیدا کنه، در واقع از ثروت بودن خارج میشه و ثروت فرد کاهش پیدا میکنه. البته این تناقض رو منگر میگه که یه تناقض ظاهری است. یعنی ما در عمل چون فرض گرفتیم که اون کالاهای اقتصادی رو فرض گرفتیم، اساسا این تناقض در عمل به وجود نمیاد. سوال کردن که آیا هوا کالا هست؟ بله، از نظر کارل منگر هوا هم کالا هست، چون کارل منگر کالا رو هر چیز مفید و ضروری برای انسان تلقی میکنه. یعنی هر چیزی که بتونه نیازی از انسان رو رفع بکنه، اون رو کالا در نظر میگیره. به این ترتیب کالایی که چیزهایی مثل هوا کالا هست، اما کالای اقتصادی نیست. متن‌های جدیدتر وقتی شما میخونین، تو اونها وقتی صحبت از کالا میشه، اساساً کالای اقتصادی منظور هستش. یعنی دیگه این تفکیک رو قائل نمیشن. این رو تو کتاب منگر این تفکیک وجود داره و برای تعریف‌هایی که منگر میخواد ارائه بده، برای اینکه بتونیم اینها رو بفهمیم، لازمه که این تفکیک رو داشته باشیم. وگرنه تو متن‌های جدیدتر این تفکیک وجود نداره. شما وقتی میخونید که یک متن یا مقاله اقتصادی میخونید و اونجا از مقدار کالا صحبت شده، یا هر کالایی یا به طور کلی از کالا صحبت میشه، اونجا کالای اقتصادی مد نظر هستش. البته تفکیک‌های دیگه‌ای توی انواع کالا وجود داره که اون باید دقت بکنید تو متنایی که میخونید که ببینید که چه معنایی از کالا اونجا به کار رفته. مثلا بعضی از متن‌ها ممکنه که وقتی از کالا صحبت میکنن
صرفاً اشیا رو در نظر بگیرن، یعنی کالاهای محسوس رو در نظر بگیرن، ولی بعضی از متن‌ها وقتی از کالا صحبت میکنن خدمات رو هم جزو کالا حساب میکنن، یا اشیاء نامحسوسی مثل چیزهای اعتباری، قراردادها، اینها رو هم میتونن که کالا محسوب بکنن. برگردم به ادامه بحثی که داشتم پیش میبردم. به این ترتیب میتونیم بگیم که ثروت مقیاس کاملی از میزان رفاه شخص نیست. یعنی اگر شخص از یک کالای معین مقدار بیشتری از نیاز خودش داشته باشه، تا زمانی که این مقدار کمتر از نیاز کل جامعه هست هنوز فرد ثروتمندی محسوب میشه، اما لزوما رفاه زیادی نداره. چیزی که ثروت این فرد رو میتونه به رفاه تبدیل کنه امکان مبادله این کالا است. حالا گفتم چرا رفاه زیادی نداره؟ به خاطر اینکه شما فرض بکنید که یک باغ میوه دارید که صرفا یک نوع میوه داره. مقدار میوه‌ای که تو اون باغ دارید بیشتر از نیاز شخص خودتون هست. وقتی که اینطوری هستش، اگر فقط یک فرد رو در نظر بگیریم و نیاز جامعه رو در نظر نگیریم، این فرد در واقع رفاه بالایی نداره. درسته که مقدار زیادی کالایی داره که میتونه مبادله بکنه، ولی اگر مبادله رو در نظر نگیریم، این حجم بیشتر این کالا که نمیتونه اون رو مصرف بکنه در واقع نقشی در افزایش رفاه این فرد نداره، در حالی که نیازهای فرد به کالاهای دیگری که در اختیارش نیست همچنان باقیه. به این ترتیب نقش مبادله اینجا اهمیت بالایی پیدا میکنه. برای اینکه بتونه فرد این حجم کالایی که در اختیار داره رو به در واقع به چیزی تبدیل کنه که رفاهش رو افزایش بده، باید این کالا رو با کالاهای دیگه مبادله بکنه. عرض کنم که از اونجایی که این مبادله وجود داره در بازار، پس میزان احتیاج به کالا در جامعه مهمه. دوستان پرسیدن که پس کالای اقتصادی لزوما ارزش ذاتی نداره. نه، ما قبلا توضیح دادیم که کالا ارزش ذاتی کالا مهم نیست. یعنی اینکه فرض کنید که شما یک مثالی هست در مورد ریل آهن، این مثال معروفیه. ریل آهن زمانی ارزشمند هست که دو تا شهر رو به هم وصل کنه و افراد روش حرکت بکنن، بتونن نقل و انتقال داشته باشن. اگر این ریل آهن هیچ دو تا مکان مشخصی رو به هم وصل نکنه، اگرچه هنوز ریل آهن هست، ولی حتی به اندازه آهنی که براش مصرف شده یا کاری که روش انجام شده هم ارزش نخواهد داشت. یعنی اون ارزشی که ما در کالاها میبینیم نسبت به نیازی که از ما رفع میکنند ارزشمند هستند، و اینکه ما چه خواسته ای داریم و چه تلقی از میزان نیازی که اهمیت و نیاز داریم، این چون کاملا ذهنی هستش، در نتیجه میگیم که ارزش کالاها ذهنی هستش. ممکنه که برای افراد مختلف یک کالای مشخص برای دو تا فرد مختلف ممکنه که ارزش‌های متفاوتی داشته باشه. به این ترتیب وقتی که یک مبادله صورت میگیره، در واقع هر دو طرف به رغم اینکه ممکنه حالا فرض کنیم که ذاتاً این ارزش این دوتا با هم مساوی نباشه، مقدار کاری که روی تولید دو تا کالای مختلف با هم برابر نباشن، چون ارزش ذهنی که افراد برای اون کالاها قائل میشن متفاوت هست، میتونه که مبادله اینها همچنان باعث افزایش ثروت افراد بشه، افزایش رفاه افراد بشه. من تا اینجا اون دیدگاه کارل منگر نسبت به ثروت رو گفتم. کارل منگر با توجه به این تعریفی که ارائه داده، یک سری از کالاها رو از شمول ثروت بودن خارج میکنه. به این ترتیب ما ثروت رو مجموعه کالاهای اقتصادی در اختیار یک فرد
تعریف کردیم. وقتی ما میگیم که این تعریف رو ارائه میدیم، اینجا نقش فرد اهمیت پیدا میکنه. در نتیجه منگر این نتیجه رو میگیره که چیزهایی از قبیل وجوه امانی، پسندازها، اموال موقوفه، سرمایه گذاری ها در شرکت ها، وثیقه ها و اعانه ها که جنبه حقوقی پیدا میکنند نمیتونن جزو ثروت تلقی بشن. حالا بعدا من توضیح میدم که اینها رو امروزه تو جریان اصلی اقتصاد هم یعنی جزو ثروت حساب میکنن. بحث در مورد ثروت خیلی طولانی بوده، یعنی افراد مختلفی بهش پرداختن و این افراد هر کدوم از نظرات متفاوتی بهش پرداختن. به طور مثال آدم اسمیت مقدار کاری که فرد میتونه در اختیار داشته باشه یا بخره رو ثروت میدونه. این تعریف ریشه در تئوری ارزش کار داره که ارزش کالاها رو با کار انجام شده بر روی اونها میسنجید. به این ترتیب تنها کالاهای قابل مبادله ویژگی ثروت بودن رو پیدا میکنن. یعنی کالاهایی که افراد کاری رو انجام دادن روش و شما میتونید اون کار رو در اختیار داشته باشید یا اون کار رو بخرید، و در نتیجه کالاهایی که قابلیت مبادله ندارن در تعریف آدام اسمیت و بعداً در تعریف سی که از همین روش استفاده میکنه برای تعریف خودش، کالاهای غیر قابل مبادله از ویژگی ثروت بودن توهین میشن. مالتوس شخص اقتصاددان دیگری هستش که در مورد ثروت مطالب مختلفی نوشته. مالتوس در مطالب اولیه خودش تنها اشیاء محسوس رو کالا به حساب می آورد و تنها این کالاها رو واجد ویژگی ثروت می دونست. مالتوس ثروت رو به این شکل تعریف می کرد: اشیاء مادی لازم، مفید و مطلوب برای انسان که تولید اونها مستلزم صرف میزانی از تلاش از جانب انسان باشه. این تعریف اشکالی ایجاد میکرد، اون همین بود که کالاهای زیادی که ممکنه ما بهشون نیاز داشته باشیم و براشون ارزش قائل بشیم اما عملا کاری براشون انجام نداده باشیم، اونها رو از زمره ثروت خارج میکرد. مثلا فرض کنید که شما یک چشمه آبی داشته باشید در باغتون، اون چشمه آب براش کاری انجام ندید، به طور طبیعی اونجا وجود داشته باشه، اما برای آبیاری باغ شما فایده خیلی زیادی داره و برای شما خیلی ارزشمنده این چشمه آب. چون برای به دست آوردن اون چشمه آب کار نکردید، نمیتونید این رو بی ارزش قلمداد بکنید. بعد مالتوس خودش متوجه اشکال میشه و این تعریف رو بعداً اصلاح میکنه و اون بخش رو ازش در واقع حذف میکنه که انجام کار شخص رو برای ثروت تلقی کردن یک کالا ضروری میدونست. این بخشش رو حذف میکنه و به این ترتیب بیشتر در واقع گستره بیشتری از کالاها رو میتونه شامل بشه. تعریف رایج در اقتصاد جریان اصلی از ثروت همه چیزهایی که برای انسان مورد استفاده قرار میگیره و انسان برای اونها ارزش قائل هست جزء ثروت تلقی میکنه و این ثروت رو با نتورث یا ارزش خالص یکی میگیره. اینطوری هستش که ثروت افراد رو وقتی میخوان محاسبه بکنن نگاه میکنن در واقع به شرکت‌های اینها، در واقع به ترازنامه‌هاشون، نگاه میکنن به اون ارزش خالص مجموعه دارایی‌های اینها، چه دارایی‌های مالی چه دارایی‌های منقول و حقیقیشون، و این رو ازش بدهیاشون رو کسر میکنن و ارزش خالص رو به دست میارن و این رو به عنوان ثروت افراد در واقع بیان میکنن. اون لیست هایی که معمولا منتشر میشه توی نشریاتی مثل فوربس
که ثروتمندترین افراد دنیا رو معرفی میکنه، اینها میرن و همین اعداد رو در میارن، نگاه میکنن بیشتر به ارزش دارایی های این افراد که عموما هم دارایی های مالی هستن، یعنی مثلا سهام هستن. بخش بزرگی از دارایی افراد ثروتمند دنیا سهمی هست که اینها از شرکت هایی که بعضا خودشون تأسیس کردن دارا هستن. به طور مثال جف بزوس که الان ثروتمندترین فرد دنیا محسوب میشه 16% از آمازون رو داره، که به خاطر اینکه این 16% از سهام آمازون رو داره، چون این سهام ارزش خیلی زیادی توی بورس پیدا کرده و رقم خیلی بالایی رو تشکیل میده، این جف بزوس رو جزو ثروتمندترین، یعنی در واقع ثروتمندترین فرد دنیا الان معرفی میکنه فوربس. این یه اشکالی ایجاد میکنه، اون هم این هستش که تلقی عمومی از ثروت چیزی هست که بتونه رفاه افراد رو تامین میکنه، در حالی که این نگاه به ثروت که در جریان اصلی اقتصاد هست شامل دارایی هایی میشه که لزوما نمیتونن رفاه کسی رو تامین بکنن. یک مثالی نویسنده‌ای به نام باتون وود توی نشریه اکونومیست آورده بود. این مثال خیلی جالب بود، میخوام از این مثال استفاده بکنم. در مورد سهام افراد از یک شرکت رو تشبیه کرده بود به یک پیتزا، که شما اگر یک پیتزا رو تقسیم بر 4 بکنید و هر قسمتش رو به یک نفر بدید، شما 4 تا سهم دارید، اینجا 4 اسلایس پیتزا دارید. حالا اگر این اسلایس ها رو تقسیم بر 2 بکنین، یعنی 8 اسلایسش بکنین، درسته که هر فرد 2 تا اسلایس داره، یعنی یک سهمش شد 2 تا سهم، اما مقداری که از اون پیتزا داشت تفاوتی نکرده. مثل این میمونه که یک شرکتی تعداد سهامش رو تقسیم مجدد بکنه. اون وقت اگر شما تعداد سهم رو ثروت تلقی بکنین، مقدار دارایی واقعی اون فرد تغییر نکرده، اما تعداد سهامش بیشتر شده، در نتیجه تصور میکنید که ثروت اون فرد بیشتر شده. حالا این سهم ها رو یک ارزش پولی، یک قیمت هم براش تعیین بکنیم. این فرض میگیره که هر اسلایس از این پیتزا $1 قیمتش باشه. شما هنوز یک اسلایس دارید، اما ممکنه که قیمت پیتزا بالا بره. در این صورت مثلا یک اسلایسش بشه $2. شما در حالت اول ثروتتون $1 بود، وقتی که این قیمت افزایش پیدا کرد ثروتتون شده $2، اما در واقع همچنان همون یک اسلایس پیتزا رو دارید. کل پیتزا هم هیچ تغییری نکرده، یعنی مجموعاً اگر ما 8 اسلایس در نظر بگیریم، $8 اگر بوده الان شده $16، ولی هنوز یک پیتزا وجود داره، مقدار اون پیتزا افزایش پیدا نکرده. چیزی که در واقع میتونست رفاه افراد رو تامین میکنه خود اون پیتزاست، یعنی اون چیزی، اون کالایی که میتونه به عنوان غذا مصرف بشه، نیاز شما به غذا رو رفع بکنه، در حالی که اون چیزی که به عنوان قیمت برای اون در نظر گرفتیم اگرچه افزایش پیدا میکنه، صرفا یک عدده، یک افزایش اعتباریه و چیزی به رفاه شما یا به رفاه جامعه اضافه نکرده. وقتی ما از ثروت افراد ثروتمندی مثل جف بزوس صحبت میکنیم، باید دقت بکنیم ببینیم که داریم از چه چیزی صحبت میکنیم. به طور مثال من وقتی داشتم جزئیات این دارایی بزوس رو مطالعه میکردم، عمده داراییش، یعنی حدود فکر میکنم که 200 میلیارد دلار کل دارایی بزوس هستش که 130 میلیارد دلارش سهم بزوس در آمازون هست. یعنی صرفاً شرکتی که خودش دایر کرده، یک وبسایت، حالا اخیراً خب بزرگتر شده، ساختمان‌هایی داره، ولی ارزش اصلی اون نه اون چیزی که در واقع اون ساختمون هاست، بلکه اون اعتباری هستش که
به لحاظ مدیریت خوبی که بزوس اونجا داشته توی اذهان عمومی پیدا کرده، چون سهامش در بورس ارائه شده و چون افراد فکر میکنن که این سهام رشد خواهد داشت، ارزش بالایی خواهد داشت، در آینده میتونه براشون ارزش بیشتری ایجاد بکنه، حاضرن که بابتش پول خیلی بیشتری بپردازن و هر اتفاق مثبتی که برای آمازون میفته، حتی یک شایعه میتونه ارزش این رو ببره بالاتر. به طور مثال در سال 2014 صرفا یک شایعه‌ای که ایجاد شد مبنی بر این که آمازون میخواد گوشی‌های هوشمند ارائه بده، صرفا همین شایعه باعث شد که 2 میلیارد دلار قیمت آمازون، ارزش سهام آمازون افزایش پیدا بکنه و این افزایش باعث بالا رفتن 5% ثروت بزوس شد که رقم خیلی قابل توجه میشه. خب ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی کالایی که اونجا وجود داره، بزوس در اختیار داره همونه، صرفا یک عدد رقمی جابجا شده، یک اعتباری تغییر کرده، ولی این افراد رو گیج میکنه، به خصوص کسانی که عادت دارن به این ثروتمندها نگاه کنن و فکر کنن که این ثروتمندها دارایی های مردم رو جمع کردن، دارایی هایی که در دنیا امکان داره، یعنی اون کالاهایی که امکان داشت رفاه افراد رو تامین کنه، اینها رو جمع کردن، در اختیار خودشون گرفتن و در نتیجه یک تعدادی از اون کالاها محروم شدن. فکر میکنن که وقتی یک همچین ارقامی صحبت میکنیم و میگیم که یک شخصی مثل بزوس چنین رقمی رو ثروت داره، چنین ثروتی داره، پس این باعث شده که انباشت این ثروت باعث شده که یک تعدادی در فقر و گرسنگی بمونن. خب این واقعیت نداره، این درست نیست. یعنی وقتی برمیگردیم به تعریفی که منگر ارائه داده بود از ثروت، با اون تعریف نگاه میکنیم که تعریف ملموس‌تر و واقعی‌تری هست، میبینیم که این نگاه ما چقدر میتونه از موضوع پرت باشه. حالا بگذاریم از اینکه یک سری از چپ‌ها میان یک ادعاهای عجیب غریب‌تر میکنن، مثلا اینکه بیایم 0.5% از این ثروت رو بگیریم و مثلا باش فقرا رو سیر بکنیم. حالا شما فرض بکنید که این سهام رو بخواید 0.5% از ارزشش رو بگیرید. خب اگر ارزش این سهام افزایش پیدا کرده، شما اون ارزش رو که نمیتونید از کسی بگیرید، شما باید برید اصل سهام رو بگیرید از شخص که این اصلا، حالا فرض کنید که اصل سهام اون فرد رو بگیرید، به تدریج اون فرد دیگه مالک اون بنگاه نخواهد بود. و اینکه حالا تصور بکنید که با این سهام بخواید که افرادی رو از گرسنگی نجات بدید، هیچ تأثیری در مقدار غذای موجود در دنیا نخواهد داشت گرفتن این سهم از اون فرد ثروتمند، در حالی که اون چیزی که در واقع باعث میشه که تولید کالاهای مورد نیاز افراد افزایش پیدا بکنه، خلاقیت ها و نوآوری هایی هستش که کارآفرین ها روی تو روش های تولید یا ارائه کالاهای جدید انجام میدن. در نتیجه اگر ما بخوایم که رفاه در جامعه افزایش پیدا بکنه، اتفاقا باید از این کارآفرین ها حمایت بکنیم و حمایت ما، البته منظور من از حمایتی نیستش که حالا دولت بیاد حمایت کنه یا مثلا ما از تولیدات یک کارخونه یک شخصی مثل جف بزوس بریم حمایت کنیم، نذاریم مثلا رقبا بهش آسیب برسونه. نه، منظور من اینه که صرفاً بهش تعرض نکنیم، مالیات‌های خیلی زیاد براش نبندیم، سعی نکنیم که مانع فعالیت اقتصادیش بشیم و اجازه بدیم که آزادانه کارش رو بکنه. عدم دخالت دولت، و خب من وقتی از ما صحبت میکنم عموم جامعه هست و دولت به نمایندگی از عموم جامعه این دخالت ها رو انجام میده معمولا. به خاطر همین میگم ما، منظور همون دولت هستش، منظور من همون دخالت های بخش عمومی هست که معمولا تو فعالیت های اقتصادی افراد میاد
ورود پیدا میکنه. به این ترتیب اون چیزی که رفاه رو افزایش میده، اون چیزی که میتونه که رفاه رو در جامعه افزایش بده، تولید ارزانتر و کاراتر کالاهایی هستش که نیازهای ما رو رفع میکنن. این رو که بهش فرایند کارآفرینی میگیم، دو تا اقتصاددان خیلی معروف، شومپیتر و کرزنر، در این مورد تحقیقات خیلی مفصلی کردن و نظریات خیلی دقیقی در این مورد دارن. در واقع شومپیتر به جنبه تازگی کالاها بیشتر توجه کرده و کالاهای جدید رو بهش پرداخته و از اونجا به تئوری تخریب خلاقانه رسیده و کرزنر به اصلاحاتی که در روش ارائه خدمت و کالا هستش بیشتر توجه کرده. هر دو حالت میتونن که ما رو به افزایش رفاه در جامعه برسونن. مثالی که در مورد شومپیتر میشه زد، کاری هستش که مثلا اپل انجام میده. ببینید، ما نیاز به مکالمه داریم، نیاز به ارتباطات داریم، اما این نیاز ما به شکل‌های مختلفی میتونه رفع بشه. شکل سادهش، قدیمیش این بود که افراد با تلفن‌های معمولی میتونستن به هم زنگ بزنن و با هم صحبت کنن، مکالمه داشته باشن. بعدن یک کارآفرینی میاد موبایل رو ایجاد میکنه، اون شرکت نوکیا تأسیس میشه، روش‌های تولید موبایل رو میتونه طوری در واقع کارآمد بکنه که در کل دنیا افراد میتونن که به گوشی موبایل دسترسی داشته باشن، به سیستم شبکه ارتباطات در واقع موبایلی دسترسی پیدا بکنن و حالا هنوز همون نیاز قبلی داره رفع میشه، ولی به شکل خیلی کاراتری و با ارزشتری. بعد فرض کنید که همین شرکتی که خب تونسته خدمات خیلی خوبی ارائه بده، سهام این شرکت در بازارها ارائه میشه، ارزش خیلی بالایی پیدا میکنه. در نتیجه مالک این شرکت میشه یکی از ثروتمندترین های دنیا. بعدن استیو جابز میاد در شرکت اپل، یک گوشی هوشمند رو ارائه میده که حالا میتونه بهتر از اون گوشی‌های همراه قبلی، اون موبایل‌های قبلی نوکیا، نیازهای ما رو رفع کنه. حالا دیگه صرفا صحبت کردن نیست، میتونیم مکالمه تصویری داشته باشیم، میتونیم همین جلساتی که ما الان برگزار کردیم مشابه اینها رو داشته باشیم. در نتیجه این میاد جایگزین اون سیستم قبلی میشه. اون شرکت نوکیا ارزشش رو از دست میده، اون تخریب میشه. این رو بهش میگه شومپیتر، بهش میگه تخریب خلاقانه. یعنی خلاقیتی که شرکت اپل ایجاد میکنه باعث تخریب شرکت نوکیا میشه، اون سیستم قبلی رو تخریب میکنه، اما حالا رفاه افراد جامعه بهتر شده، بهبود پیدا کرده. خب وقتی اینطور میشه، ثروت استیو جابز افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه سهامش ارزشش میره بالا، اعتباری که افراد براش قائل هستن ارزشش میره بالا، ارزشی که برای برند اپل قائل میشن میره بالا و همه اینها میبینید که اعتباری هست و باعث میشه که این ثروت، وقتی ما اینها رو جزو ثروت تلقی میکنیم، باعث میشه که این فرد ثروت خیلی هنگفتی به دست بیاره. ولی در مقابلش یک فردی که قبلا یک ثروت خیلی هنگفتی داشت و یکی از ثروتمندترین دنیا بود، مثلا مدیر عامل نوکیا، اون ثروتش رو دیگه از دست داده. این اتفاق مرتباً در سطح افراد ثروتمند جامعه میفته و شرکت‌ها و افراد خلاق با هم جایگزین میشن. افراد ثروتمند مرتباً با هم جایگزین میشن و این پویایی و این تغییر و تحول اتفاقاً باعث میشه که سطح کلی رفاه جامعه افزایش پیدا بکنه. یعنی شما در گذشته
اگرچه مثلا صاحب شرکتی که خدمات تلفن معمولی ارائه میداد ثروتش خیلی خیلی کمتر بود از چیزی که ثروت اعتباری، ثروتش به معنایی که تو جریان اصلی اقتصاد ما ازش صحبت میکنیم، در واقع نتورسش خیلی رقم کمتری رو میتونست تشکیل بده، اما رفاهی که اون ایجاد میکرد هم خیلی کم بود و افراد جامعه که به اون نوع از شبکه ارتباطی دسترسی داشتن امکان محدودی از ارتباطات رو داشتن، در حالی که امروز اگرچه میبینیم که مثلا شرکت اپل ثروت خیلی بالایی داره، اما این باعث نشده که دیگران فقیرتر بشن، بلکه دیگران امروز امکان ارتباطی بهتری دارن. افراد میتونن که خیلی راحتتر با هم ارتباط برقرار کنن، به شکل‌های پیشرفته‌تری ارتباط برقرار کنن، جلسات گروهی مجازی داشته باشن و اونجا فعالیت‌های مختلفی رو که قبلا مجبور بودن حتما دور هم جمع بشن رو الان میتونن از طریق اینترنت انجام بدن. حالا شما فرض کنید که یک اتفاقی مثل شیوع این ویروس چینی، من میخوام بگم این ویروس چینی با چه وضعیتی در دنیا به وجود آورده، ولی ما هنوز میتونیم که از طریق همین امکانات جلسات خودمون رو ادامه بدیم و حتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادیمون رو داشته باشیم. اما مشابه این که ویروس اسپانیایی بود، اون آنفولانزای اسپانیایی، در اون دوره مردم چه شرایطی داشتن، از چه نوع خدماتی میتونستن استفاده بکنن. پس این که بگیم افزایش ثروت یک گروهی به خصوص در چند سال اخیر، تو 10-20 سال گذشته، باعث شده که ثروت در 99% ثروت در دست 1% از افراد جمع بشه و بقیه محروم بشن، این درست نیست. اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که همه افراد وضعیت زندگیشون بهبود پیدا کرده، وضعیت رفاهشون بهبود پیدا کرده، اما به لحاظ ثروت، مقایسه ثروت، این تفاوت ممکنه که خیلی خیلی افزایش پیدا کرده باشه در بین اون 1%، که اون 1% هم افراد ثابتی نیستن، مرتبا تغییر میکنن، افرادی از اون لیست خارج میشه، به افراد پایینتر، رده‌های پایینتر سقوط میکنه، افراد جدیدی وارد میشه. از جمله همین جف بزوس قبل از اینکه این وبسایت آمازون رو تأسیس بکنه، کاراشو توی گاراژ انجام میداد. یه خونه معمولی داشت، یه گاراژ معمولی، و از فروش آنلاین کتاب شروع کرد کارش رو و امروز می‌بینیم که به همچین ثروتی دست پیدا کرده. یعنی اینطور نیستش که تصور بکنیم که یک افرادی ثروت رو در جایی ذخیره کردن، محصور کردن و بقیه رو از این محروم کردن. ممنون، خیلی طولانی شد صحبتم، من اینجا دیگه تموم میکنم. اگه سوالی باشه جواب میدم.